سلام به همه شما عزیزان. در این قسمت با مبحث فیثاغورس همراه هستیم. اصلا ما میخوایم ببینیم فیثاغورس چی هست، اصلا شامل چه بخش هایی میشه و ما چیا میتونیم از این مبحث یاد بگیریم. اولا که مبحث اولیش، ما قبل از اینکه همیشه بریم سراغ حل مسئله، همیشه یه کاری رو اول انجام میدیم. اگه یادتون باشه اول ما میریم در مورد مبحث اصلی صحبت میکنیم، یه صحبت خیلی کوتاه در موردش انجام بدیم که اصلا فیثاغورس چی هستش. فیثاغورس توی مثلث‌های قائم الزاویه انجام میشه. مثلث قائم الزاویه ما میدونیم که یه زاویه 90 درجه داره و اینکه روبروی اون زاویه 90 درجه، یعنی در این قسمت وتر نام داره که وتر بزرگترین ضلع یک مثلث قائم الزاویه هستش. برای اینکه کوتاه‌تر این مبحث رو بخوایم توضیح بدیم، چون مبحث بسیار آسون و راحتی هستش، ما میایم از ساده ترین مثال شروع میکنیم و مبحث اولیه‌اش رو هم زیاد طولانی توضیح ندادیم. یعنی توضیح اولیه‌اش رو دادیم که اینجا زاویه 90 درجه داره و اینجا وتره. برای اینکه ما مثالهاش رو حل کنیم، میگه مقدار x را به دست بیارید. سوال به ما این رو میده. حالا از همون برای مثال در قسمت وتر میاد این قسمت رو به همون میده x، یعنی نداره. یکی از ضلع ها رو مثلا به ما میده 10، یکیش رو به ما مثلا میده 5. حالا ما نیاز به فرمول فیثاغورس داریم. فرمول فیثاغورس وتر به توان 2 مساویه 1 ضلع به توان 2. برای اینکه به طور کامل فرمول رو داخل تصویر داشته باشید، مجددا می نویسم که بتونید بخونید. وتر به توان 2 مساویه 1 ضلع به توان 2 به اضافه اون یکی ضلع به توان 2. حالا میخوام اینو چجوری حلش کنیم. سوال ازمون خواسته مقدار x را به دست آورید. x کجاست؟ توی جای وتره. در مرحله اول فرمول رو نوشتم، در مرحله دوم جایگذاری میکنم. x به توان 2 مساویه، حالا یکی از ضلع فرق نداره 5 یا 10 باشه، 10 به توان 2 به اضافه که 5 به توان 2. در قسمت بعدی ما توانها رو باید از بین ببریم. x2 که همون هستش 10 تا 100 تا به اضافه 5 تا 25 تا. در این قسمت ما باید بیایم بگیم که x2 مساوی، اینا رو هم جمع کنیم، حاصل جمع این دوتاست 125. حالا من اینجا یه توانی دارم. خب این توان 2 رو باید از بین ببرم، یعنی بخوام x رو تنها کنم و به دست بیارم توی این مرحله، چون که توان برعکس جذر هستش، ما این رو میبریم زیر رادیکال و میشه رادیکال 125. و به عرضتون برسونم که برای اینکه ما الان این رو حل کنیم، اومدیم چیکار کردیم؟ فرمول رو نوشتیم در مرحله اول. دوم اومدیم جایگذاری کردیم. سوم اومدیم این توانها رو از بین بردیم و حلشون کردیم. چهارم اومدیم این دوتا رو جمع کردیم. پنجم هم برای اینکه این توان 2 از بین بره، اومدیم این عدد به دست اومدم، عدد حاصلمون رو گذاشتیم زیر رادیکال، شد رادیکال 125. حالا اگه که در مورد رادیکال، جذر، مجذور و توان، اعداد توان دار، همه چی که مشکل داشتید، ما یک فیلم در مورد این مبحث داخل پیج قرار دادم و میتونید از اون استفاده کنید و یادش بگیرید و از اون هم چون در این قسمت داریم، میتونید برید اول اون ویدیو رو نگاه کنید و بعد بیایید اینجا. به خاطر اینکه الان در این قسمت مثلا من میخوام بگم رادیکال 125، اول میگم که با خودم میگم رادیکال 125 آیا مثلا ما داریم، یعنی مثلا جذر کامل داره یا نه. میبرم زیر رادیکال دیگه، درسته؟ یعنی الان این زیر رادیکال هستش. میگم رادیکال 125 نمیشه، یعنی جوابی نداره. با خودم میگم مثلا میگم 11 تا، یعنی توان دوش میشه چیزش دیگه، میشه 121. خب الان این نه،
یا مثلا 12 تا یعنی 12 ضرب در 12 که میشه 144 تا. خب اینم نشدن از این بیشتر شد، یعنی من الان این رادیکالم جذر کامل نداره، بنابراین x همون مساوی رادیکال 125 باقی میمونه و این شد جواب من. اما معمولا خب جواب داره. حالا در این قسمت اگه که شما بیاید برای وتر رو داشته باشید، یعنی ضلع مربوط به اون وتر رو داشته باشید، مثلا الان وتر رو بدم به شما 25، حالا یا مثلا بگیم 20، برای مثال 20 یکی از ضلع ها رو بهتون ندم، مثلا حالا چه اینجا باشه چه اینجا باشه فرقی نداره، اینجا رو مثلا بهتون بدن برای مثال 3. شما میید جایگذاری میکنید. اول فرمول رو یه دور با هم دیگه بخونید. وتر به توان 2 مساوی ضلع به توان 2 به اضافه ضلع به توان 2. حالا در قسمت بعدی جایگذاری میکنم. وتر رو به هم داده، هر جا که بخوام وتر رو تشخیص بدم میام میگم روبرو به زاویه 90 درجه. 20 به توان 2 مساوی x به توان 2، حالا فرق نداره بعد از این میذاشتی 3 به توان 2. در این قسمت 20 رو داریم که میشه 400 تا مساوی x به توان 2 به اضافه 3 تا 9 تا. در این قسمت ما میدونیم که اینو بهش میگن مجهول، یعنی حالا اگه که معادله ها هم مشکل داشته باشید به زودی داخل پیج حل معادله رو هم خواهیم داشت، یعنی یه مبحث هم در مورد اون توضیح خواهم داد بهتون. ما خوندیم معادله رو، یعنی به چه صورت هستش، اونی که علامت این در این قسمت بودیم که اول فرمول رو گذاشتم، جایگذاری کردم، توانها رو از بین بردم و برای اینکه جای مجهولم درست نیست باید حل معادله رو انجام بدم. یه دیوار از این قسمت مساوی میذارم برای اینکه حالا بعضی ها حل معادله رو بلدن باشن. اولا که اینجا خیلی نیاز هستش و نیازمون میشه و خب خیلی فرمول فیثاغورس، حل فیثاغورس و مقدار ایکس رو به دست بیارید مهمه. حالا مثلا ممکنه توی مثلا درس 9 بهمون بدن که توی دایره بهمون میدن و ما باید بتونیم به دستش بیاریم، یا برای مثال توی همین قسمت اصلا بگم مقدار ایکس رو به دست بیارید، شما میدونید که باید فرمول فیثاغورس رو حل کنید که اینا حالا الان مباحث سادهش بود که با یه مثلث انجام میدادیم، ولی ممکنه که بخوان به شما یه شکلی بدن که از داخلش یه مثلث قائم الزاویه در بیارید و بتونید حلش کنید. یعنی این مبحث به نظر من خیلی مهم هستش و برای این مبحث هم باید حتما معادله رو بلد باشید. خب معادله رو جاهای دیگه هم داشتیم، مثلا معادله مختصاتی داشتیم و حالا الان مثلا ما این حل معادله حالا خیلی معمولیش هم هستش، مثلا معادله مختصاتی فرق داره، یعنی شامل مختصات هستش، شامل آی و جی هستش. خب بالاخره اون کاملا فرق داره، ولی خب قوانینش و اینا شبیه هم هست، اما اینجا عدده ولی اونجا شامل مختصات هستش. بریم سراغ حل این قسمت. میدونیم که الان جای مجهولمون درست نیست، همیشه در این سمت مجهول قرار میگیره، در این سمت معلوم. کسانی که بلد هستن گوش بدن واسهشون مرور بشه، کسایی که بلد نیستن قطعا یاد خواهند گرفت و من هم یک فیلم معادله قرار خواهم داد برای انجامش. برای اینکه ما بخوایم جایگذاری انجام بدیم، بخواد اولا که 400 عدد کلا تو قسمت معلومه، مثبت 9 که جاش درسته، این قسمت بیاد اینور میشه اینجا مثبت، اونجا میشه علامت نداره یعنی مثبت، اونور میشه منفی 400. در این قسمت هر دو قسمتش توی فیثاغورس باید منفی در بیاد. خب ما توی امضا اینجوری میخونیم که هر دو قسمتش حالا منفی در میاد و اینجوری به نظر من حلش برای شما ساده تره و این برم میشه منفی x به توان 2 اینجا مساوی این. حالا منفی x2 هست مساوی منفی 409. منفی ها با هم دیگه خط میخورن، برای اینکه x بدون توان 2 بشه میشه x مساوی رادیکال 409.
که جذر کامل نداره و همینجوری ما ولش میگیم x مساوی رادیکال 409. اما اگه که جذر کامل داشته باشه خب ما باید جذرش رو بگیریم و جواب کامل رو بدیم، وگرنه خب به نظر من اشتباه در میاد. و برای این قسمت ما میدونیم که اول باید فاز فرمول رو بذاریم، بعدش جایگذاری کنیم، توانها رو از بین ببریم، حل معادله رو انجام بدیم، دو قسمتش منفی در میاد، منفی با منفی میره و در آخر هم میذاریم داخل رادیکال، جواب داشت مینویسیم، جواب داشت ولش میکنیم. و اینکه نتیجه گیریمون ازش این هستش که ممکنه از این شکل‌ها توی بعضی از شکل‌ها بدن، شما باید مشخصش کنید، مثلث قائم مساویش رو مشخص کنید و برای خودتون به این روش حل کنید که حالا جایگذاری هستش، از این جور فرمولا هستش و برای معادلش هم همونطور که گفتم از این راه برید که خیلی ساده تره و امیدوارم که یاد گرفته باشید.